ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده نیمه شب 29 ایول سال 2024 تخمین ساعت 02:00 دقیقه هنگامی در منزل استقامتیشان قرار داشتنش با برادرش جوان 21 ساله مناقشه نموده با کارد آشخانگی 2 مرتبه به شکمش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نویه سینا با عریضه مرد 27 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شام 28 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 23 دقیقه هنگامی در کوچه ایثار پایتخت در نزد مرکز سودای ارزان قرار داشتنش مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه از احساسات افباشی با کار 2 مرتبه به پشتش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اینچنین در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن شهر کولاب با گمان صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر گردید. گمانبر شونده شب 25 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 22:00 دقیقه در یکی از محله‌های شهر کولاب اساسیات افباشی با مرد 37 ساله ساکن شهر مذکور جنگ و جنجال نموده با کار 2 مرتبه به دست چپش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با قسم 3 ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کولاب عریضه مرد 35 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 29 ایول سال 2024 تخمین ساعت‌های 12:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد دکان فروش لباس‌های زنانه واقع در محله اسماعیل سامونی شهر کولاب شده از آنجا زیاده از 400,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 27 ساله ساکن شهر مذکور با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی 1 در نویه فردوسی عریضه مرد 47 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 11 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 00:30 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه پاکارو که در داخلش برنامه دوشنبه سیتی بانک پیوست شده بود و در حسابش 42363 سامانی مبلغ پولی داشت دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 43500 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 22 ساله ساکن پایتخت همچنین گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.